به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما متعلمین عزیز و گرانقدر، شما آینده سازان کشور عزیزمان افغانستان. امیدوارم که شاد و سرحال باشید. انجینیر محمد هادی نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با فصل پنجم از ریاضی صنف 11 با موضوع لگاریتم امروز در خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی هستم. اهدافی که در جلسه اول به دنبال از او هستیم دوستان عزیز، اول باید توابع اکسپوننشیال با همدیگه بشناسیم و در ادامه هم با مفهوم لگاریتم آشنا میشیم که این مباحث یک مقدمه بر مباحث جلسات بعدی که پیچیده تر میشه. پس خوب حواستون جمع کنید تا این مباحث اساسی و پایه را به خوبی یاد بگیرین. اگه آماده هستین بریم با هم دیگه درس شروع کنیم. اولین موضوع در رابطه با تابع اکسپوننشیال مطرح شده. خب اولا تابع چی بود؟ شما در صنف دهم مفهوم تابع را یاد گرفتید. تابع چی بود دوستان عزیز؟ تابع یک ماشین بود، یک ورودی داشت که روی از این ورودی ها یک پروسس انجام میداد، یک خروجی به ما تحویل میداد. مثلا تابع fx مساوی با x مربع یا x به توان 2 یک تابع دیگه. خب این تابع میگه شما هر xی که به من بدین، x1 بدین، 2 3 4 x منفی بدین، صحیح است؟ من این x ها رو از شما میگیرم به عنوان ورودی، روی اینها یک پروسس انجام میدم. پروسس از من چیه؟ ما هر چی که x به من دادین من اینها رو به توان 2 میرسانم و یک خروجی به شما تحویل میدم. مثلا میگه شما اگر 2 را به عنوان ورودی به من بدین، من 2 را به توان 2 میرسانم و 4 را به عنوان خروجی به شما تحویل میدم. پس تابع به عنوان یک ماشین عمل مونه. تابع اکسپوننشیال دوستان عزیز یک نمونه از توابع. تعریفش چیه؟ میگه هر تابع با ضابطه fx مساوی با a به توان x به نام تابع اکسپوننشیال با قاعده a یاد میشه. در واقع خوب توجه کنید، هر تابعی که توان ما مجهول بشه یا مجهول ما در توان بشه، این به عنوان تابع اکسپوننشیال میتونه معرفی شود. خب میگیم که به عنوان تابع اکسپوننشیال میتونه باشد. چرا؟ چون که باید دو شرط بررسی کنیم. اگر این دو شرط برقرار بود در نتیجه تابع ما به صورت a به توان x میتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. حالا او دو شرط چیه دوستان عزیز؟ شرط اول میگه a باید مثبت بشه، یعنی قیمتش بیشتر از 0 بشه. a چی بود؟ a قاعده ما بود دیگه، درسته؟ a قاعده بود دیگه. پس قاعده اولا باید یک مقدار مثبت داشته باشه. این شرط اول. شرط دوم چیه؟ میگه باید a خلاف 1 باشه، یعنی علاوه بر این که قاعده شما مثبته باید خلاف 1 هم باشه، یعنی 1 نمیتونه در جای قاعده قرار بگیره. پس این دو شرط بررسی مونیم و ببینیم که تابع ما یک تابع اکسپوننشیال است یا نه. خب چند تا مثال با هم دیگه بزنیم دوستان عزیز. مثال اول میگیم که fx مساوی میشه با 2 به توان x. خب آیا این تابع یک تابع اکسپوننشیاله؟ خب میریم نگاه می‌کنیم که مجهول در توان قرار گرفته. تا اینجا درسته. بعد از اون میریم شرط ها رو بررسی می‌کنیم، به قاعده نگاه می‌کنیم. قاعده ما چنده؟ 2. خب 2 یک مقدار مثبته و همچنین خلاف 1. پس این میتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. صحیح است؟ مثال بعدی رو ببینیم. fx مساوی میشه با x مکعب یا x به توان 3. آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟ خیر. چرا؟ چون که مجهول ما در توان قرار نگرفته. پس یک تابع اکسپوننشیال نیه. مثال بعدی رو بزنیم. fx مساوی میشه با جذر 5 به توان x. خب آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟ مجهول ما در توان قرار گرفته و قاعده ما هم بیشتر از 0 هم خلاف 1. پس در نتیجه یک تابع اکسپوننشیاله. مثال بعدی رو بزنیم. fx مساوی میشه با 1 بر 2 به توان x. خب آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟
بله. چرا؟ چون که مجهول در توان قرار گرفته و قاعده ما هم یک قیمت مثبت داره و خلاف یک هم هست. پس این هم یک تابع اکسپوننشیاله. مثال بعدی رو بزنیم. مثال بعدی میگیم که f(x) مساوی میشه با منفی جذر 7 به توان x. آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟ خیر. چرا؟ چون درسته که مجهول ما در توان قرار گرفته، اما اگه ما به قاعده نگاه بندازیم میبینیم که قاعده ما یا a ما چیه؟ منفیه. پس این در نتیجه نمیتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. مثال بعدی رو ببینیم. مثال بعدی میگه که f(x) مساوی میشه با 1 به توان x. خب این یک تابع اکسپوننشیال یا نه؟ شما بگین. احسن، نیه. چرا نیه؟ چون که گفتیم یک هیچگاه نمیتونه در قاعده قرار بگیره، یعنی a ما باید خلاف یک باشه. پس این هم نمیتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. خب این است معرفی تابع اکسپوننشیال. اما کاربرد از این تابع در کجاهای دوستان عزیز؟ وقتی که میخوان تغییرات جمعیت در یک منطقه را بررسی کنن، مثلا افزایش یا رشد جمعیت میخوان بررسی کنن، از تابع اکسپوننشیال استفاده میکنن. یا در بیولوژی شما وقتی میخواین میکروب ها و باکتری ها را ببینید که در یک محیط چقدر رشد یافته، میتونین از تابع اکسپوننشیال استفاده کنید. یا در درس تاریخ دوستای عزیز شما میتونید برای ارزیابی قدمت یک اثر تاریخی از تابع اکسپوننشیال استفاده کنید. یا در فیزیک در قسمت مواد رادیواکتیو شما وقتی میخواین که عمر یک ماده رادیواکتیو برآورد کنین، از تابع اکسپوننشیال استفاده کنین. این هم از کاربردهای تابع اکسپوننشیال. خب بریم یک مثال ببینیم. مثال چی گفته؟ گفته کدام یک از توابع ذیل نشان دهنده یک تابع اکسپوننشیاله. اینها رو دانه دانه بررسی می‌کنیم. مثال اول گفته y مساوی با x مکعب یا x به توان 3. آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟ خیر. چرا نیه؟ چون که مجهول ما که در توان قرار نگرفته. مثال بعدی گفته y مساوی با 1 بر جذر 7 به توان x. آیا این یک تابع اکسپوننشیاله؟ ما این بررسی مونیم میبینیم که مجهول ما در توان قرار گرفته، صحیح است؟ و وقتی که به قاعده نگاه مونیم، قاعده ما 1 بر جذر 7 یک قیمت مثبت داره و همچنین خلاف یک. پس این میتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. مثال بعدی y مساوی با 4 به توان منفی x. خب این یکم کار مونیم روشی، میگیم که این به این صورت می‌نویسیم y مساوی میشه با 4 به توان منفی 1 به توان x. صحیح است؟ خب حالا 4 به توان منفی 1 هم میتونیم به صورت 1 بر 4 بنویسیم، 1 بر 4 به توان x. خب حالا مجهول ما در توان قرار گرفته. قاعده رو نگاه کنیم، قاعده 1 بر 4 دیگه. پس قاعده ما خلاف صفر دیگه، یعنی یک مقدار مثبت و همچنین خلاف یک هم هست دیگه. پس در نتیجه این یک تابع اکسپوننشیاله. مثال بعدی رو نگاه کنیم. y مساوی با 2 به توان x تقسیم بر 5 به توان x. خب روی از این تابع هم یکم کار مونیم، میگیم که y مساوی میشه با 2 بر 5 به توان x. صحیح است؟ با استفاده از قواعد توان ما این کار انجام دادیم. شما اینا رو در صنف‌های قبل یاد گرفتید دیگه. خب باز هم نگاه کنیم، توان ما مجهوله و همچنین پایه یا اون قسمت قاعده ما 2 بر 5 که یک مقدار مثبت داره و همچنین خلاف یک. پس این هم میتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. خب میریم سراغ بحث بعدی، گراف تابع اکسپوننشیال. گراف تابع اکسپوننشیال دوستای عزیز دو حالت داره. حالت اول میگیم که اگر a یا قاعده ما بیشتر از 1 بود، 2 3 4 بیشتر از 1 بود، گراف ما به صورت صعودی یا متزایده. شما روی شکل هم میبینید دوستای عزیز که گراف ما به صورت صعودی یا متزاید است. این حالت اول. پس اگر a بیشتر از 1 بود، گراف ما به صورت متزایده. حالت دوم میگه اگر a بین 0 و 1 بود،
در نتیجه گراف ما به صورت متناقص یا نزولی است. شما روی شکل هم میبینید که اگر A ما بین 0 و 1 بود، گراف ما به صورت نزولی یا متناقصه. پس این دو حالت گراف تابع اکسپوننشیال داره. خب دیگه چی نکاتی رو میتونیم روی این گراف دریافت کنیم دوستان عزیز؟ خب نگاه کنید به گراف ها. یک نکته که من به نظر من میرسه یکی گراف تابع اکسپوننشیال همیشه از نقطه 0 و 1 میگذره. یعنی همیشه محور وای در نقطه 1 قطع مونه. صحیح شد؟ خب این نکته ای که دریافت کردیم. نکته بعدی، اگر خوب توجه کنید دوستان عزیز، گراف تابع اکسپوننشیال در لایتناهی به محور x نزدیک میشه، اما هیچگاه محور x قطع نمونه. این نکاتی بود که ما تونستیم از روی شکل ظاهری گراف تابع اکسپوننشیال دریافت کنیم. بریم سراغ مثال. مثال چی گفته؟ گفته گراف تابع y مساوی با 2 به توان x را در سیستم مختصات قایم دریافت کنید. بریم سراغ حل این سوال. خب اولا چون که قاعده ما 2 صحیح، یعنی بیشتر از یک مقدارش هست، 2 ما بیشتر از یک دیگه. ما گفتیم که اگر قاعده ما بیشتر از 1 بود، ما انتظار داریم که گرافی که رسم کنیم به صورت یک گراف متزاید باشه. میریم سراغ رسم ازی. میگیم که x داریم و y. خب مقدار میدیم. میگیم که x 1 میدیم، 1 بدیم، y ما چند میشه؟ 2 میشه. x 2 میدیم، y ما 4 میشه. x 3 میدیم، y ما چند میشه؟ 8 میشه. x اگر 0 بدیم، دوستان عزیز 2 به توان 0 برابر با 1 میشه. این نقطه رواستان باشه. در همه گراف های تابع اکسپوننشیال با فرم y مساوی با a به توان x، این نقطه 0 و 1 ما حتما داریم. خب میریم مقادیر منفی رو میدیم. میگیم منفی 1 اگه بذاریم دوستان عزیز، 2 به توان منفی 1 برابر با 1 بر 2 میشه. منفی 2 را اگه بدیم، 2 به توان منفی 2 میشه 1 بر 4. و 3 را اگه بدیم، منفی 3، 2 به توان منفی 3 میشه 1 بر 8. صحیح است؟ خب میریم این مقادیر رو روی گراف رسم کنیم. x 1 و y ما شده چند؟ 2 میشه این نقطه دیگه. این چنده؟ این 2 دیگه. خب x ما 2 باشه دوستان عزیز، y ما چنده؟ y ما 4. اینجا میشه 4، اینجا میشه چند؟ 2 میشه این نقطه. x ما 3 باشه، y ما چنده؟ 8. 4 5 6 7 8 این نقطه میشه دوستان عزیز. پس این میشه 3 و 8. میریم سراغ 0 و 1. اگر x 0 باشه، y ما چنده؟ 1. اگر x ما منفی 1 باشه، y ما چنده؟ 1 بر 2. x ما منفی 2 باشه، y ما 1 بر 4. و اگر x ما منفی 3 باشه، y ما میشه 1 بر 8 دیگه. خب اگر اینها رو به هم دیگه دوستان عزیز ما رسم کنیم، به هم دیگه وصل کنیم، چه اتفاق میفته؟ شما ببینید که گراف y مساوی با 2 به توان x به صورت یک گراف متزاید ما تونست میره رسم کنیم. مثال بعدی رو ببینیم. گراف تابع y مساوی با 1 بر 2 به توان x را در سیستم مختصات قایم دریافت کنید. خب ما به قاعده نگاه کنیم. قاعده ما 1 بر 2 دیگه. خب 1 بر 2 بین چنده؟ یعنی مقدار قاعده ما بین 0 و 1. پس ما انتظار داریم گرافی که رسم کنیم به صورت گراف متناقص یا نزولی باشه. میریم سراغ رسم ازی. خب میگیم که x داریم و y. میگیم x اگه ما منفی 3 بدیم دوستان عزیز، یا منفی 1 شروع کنیم. x منفی 1 بدیم، 1 بر 2 به توان منفی 1 میشه چند؟ میشه 2. اگه x منفی 2 بدیم، 1 بر 2 به توان منفی 2 میشه چند؟ میشه 4. و اگر x منفی 3 بدیم، 1 بر 2 به توان منفی 3 میشه چند؟ 8. x 0 بدیم، y میشه چند؟ 1. خب ادامه بدیم. مقادیر مثبت میدیم. x 1 بدیم، y میشه 1 بر 2. x 2 بدیم، y میشه 1 بر 4. و اگر x دوستان عزیز ما 3 بدیم، y میشه 1 بر 8. خب همین تعداد نقطه کافیه.
میگیم x منفی 1 اگه بدیم، این منفی 1 y ما میشه چند؟ y ما میشه 2. این 2 دیگه، این نقطه میشه. اگر x منفی 2 بدیم دوستای عزیز، y ما میشه چند؟ y ما میشه 4. این نقطه میشه. و اگر x منفی 3 بدیم، y ما میشه 8 دیگه. 4 5 6 7 8 y ما میشه اینجا، میشه این نقطه. صحیحه؟ خب x اگر 0 بدیم، y ما میشه 1. این نقطه میشه. اگر x 1 بدیم دوستای عزیز، x 1 y ما میشه 1 بر 2. x 2 بدیم، y ما میشه 1 بر 4. و اگر x 3 بدیم، y ما میشه چند؟ 1 بر 8 میشه دیگه. اینا رو تقریبی رسم میدیم. خب این نقاط به هم دیگه اگه ما وصل کنیم دوستای عزیز، گراف y مساوی با 1 بر 2 به توان x رسم کردیم. همانطور که شما روی شکل میبینید و ما انتظار داشتیم گراف ما به صورت یک گراف متناقص یا نزولی رسم شد. یه از طریقه رسم گراف توابع اکسپوننشیال. خب توابع اکسپوننشیال دوستای عزیز چند تا خاصیت دارن که این خاصیت های اینها رو ما با هم دیگه دانه دانه بررسی می‌کنیم. خاصیت اول چی میگه؟ میگه در هر تابع اکسپوننشیال ناحیه تعریف ما یعنی دومین ما شامل تمام اعداد حقیقی میشه، اما ناحیه قیمت ما یا رنج ما فقط شامل اعداد حقیقی مثبته. شما اگر گراف اینها رو هم دوباره یک نگاهی بندازین دوستان عزیز، میبینین که ناحیه قیمت ما یعنی وای های ما در قسمت مثبت محور وای قرار گرفته، یعنی ما پایین محور x دیگه گراف ما ادامه پیدا نکرده. پس ناحیه تعریف یا دومین تمام اعداد حقیقی، اما ناحیه قیمت فقط اعداد حقیقی مثبته. پس این اولین خاصیت توابع اکسپوننشیال. میریم سراغ خاصیت دوم. میگه تابع اکسپوننشیال یک تابع یک به یک. از کجا مفهمیم تابع یک به یک؟ اگه شما گراف رو نگاه کنید دوستان عزیز، ما در صنف دوم به شما گفتیم که اگر میخواستیم از روی گراف تشخیص بدیم که تابع ما یک تابع یک به یک است یا نه، یک سری خطها رو به صورت موازی با محور x رسم کنیم و شما هر خطی که رسم کنید میبینید که فقط گراف در یک نقطه قطع مونه و این نشان دهنده ایه که تابع ما یک تابع یک به یک دوستان عزیز. یا اگر ما دو نقطه متمایز داشته باشیم، مثلا x1 و x2 باشه که دو نقطه متمایز باشه دیگه، صحیح است؟ خب در نتیجه f x1 هم خلاف f x2. پس ما در نتیجه که میگیریم اینه که تابع اکسپوننشیال یک تابع یک به یک و این یک به یک بودن این تابع هم خیلی به درد میخوره. چرا؟ چون یک به یک بودن تابع باعث میشه که تابع ما معکوس پذیر بشه و معکوس تابع اکسپوننشیال میشه لگاریتم که ما در جلسه بعدی انشاءالله به این اشاره مونیم. پس این هم یک خاصیت دیگه از تابع اکسپوننشیال. میریم سراغ خاصیت بعدی. خاصیت بعدی چی میگه؟ میگه هر تابع اکسپوننشیال برای a بیشتر از یک متزایده، اینا قبلا هم گفتیم، و برای a بین 0 و 1 به صورت متناقص دوستان عزیز. شما روی شکل هم باز هم به شما نشان میدیم در حالتی که a ما بیشتر از 1 بشه. a چیه؟ قاعده دیگه. باز هم یک بار دیگه ضابطه تابع رو می‌نویسیم. f(x) مساوی میشه با a به توان x دیگه که a چی رو نشان میده؟ a قاعده ما رو نشان میده. میگه اگر قاعده شما بیشتر از 1 بود، در نتیجه گراف تابع اکسپوننشیال به صورت متزاید یا صعودیه، و اگر a شما بین 0 و 1 بود، در نتیجه تابع اکسپوننشیال به صورت نزولی یا متناقصه. یک خاصیت دیگه دوستان عزیز. خاصیت بعدی چی میگه؟ میگه گراف هر تابع اکسپوننشیال محور وای در نقطه 0 و 1 قطع مونه. یعنی ما در اسلاید های قبلی هم بعضی اشاره کردیم. شما گراف نگاه کنین، هر گراف تابع اکسپوننشیال که شما رسم کنین حتما در نقطه 0 و 1 محور وای قطع مونه. این هم خاصیت بعدی. خاصیت بعدی چی میگم؟ میگه گراف توابع با زابطه های y مساوی با a به توان x و y مساوی با a به توان منفی x نسبت به محور y ها متناظرن. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا تابع اکسپوننشیال داریم
که قاعده های اینها با هم دیگه برابره و تفاوت اینها فقط در علامه توان اینهایه و ما نتیجه میگیریم که اینها نسبت به محور وای ها متناظر هستند. مثل چی دوستان عزیز؟ شما روشک نگاه کنید. مثلا تابع وای مساوی با 2 به توان x با تابع وای مساوی با 2 به توان منفی x اگه مقایسه کنید دوستان عزیز میبینید که اینها نسبت به محور وای متناظر یا قرینه هستند. تابع وای مساوی با 2 به توان منفی x ما به صورت وای مساوی با 2 به توان منفی 1 به توان x میتونیم بنویسیم. در نتیجه وای مساوی با 1 بر 2 به توان منفی 1 به صورت 1 بر 2 میتونیم بنویسیم دیگه. 1 بر 2 به توان x دیگه که شما روی شکل هم میبینید وای مساوی با 1 بر 2 به توان x همان تابع وای مساوی با 2 به توان منفی x هست دیگه که با تابع وای مساوی با 2 به توان x به صورت متناظر هستند نسبت به محور وای ها. یم خاصیت بعدی. خاصیت بعدی رو نگاه کنید دوستان عزیز. خب به گراف نگاه کنید. میگیم که تابع وای مساوی با a به توان x محور x ها را هیچگاه قطع نمونه، اما در لایتنه‌های خیلی به این محور x ما نزدیک میشه دیگه. شما روی شکل هم میبینید که هیچگاه محور x قطع نکرده، اما در لایتنه‌های دیگه تقریبا نزدیک به محور x میشه. اینقدر نزدیک میشه که ما میتونیم خط y مساوی با 0 به عنوان مجانب افقی برای تابع اکسپوننشیال به حساب بیاریم. این شد از خواص توابع اکسپوننشیال. اما میریم سراغ دو نکته بسیار بسیار مهم دوستان عزیز. این نکته چی میگه؟ میگه در تابع اکسپوننشیال در حالتی که a بیشتر از 1 باشه، هر اندازه قیمت a ما بیشتر شود گراف ما فشرده تر میشه و به محور y نزدیک تر میشه. شما به شکل نگاه کنید. 2 به توان x، 3 به توان x و 10 به توان x با هم دیگه مقایسه کنید. هر سه اینها مقدار یا قیمت قاعدش بیشتر از 1 دیگه. صحیح است؟ و ما گفتیم هر اندازه قیمت a بیشتر شود. شما 2 به توان x با 3 به توان x مقایسه کنید. 3 به توان x قیمت a ما بیشتر از 2 به توان x دیگه. صحیح است؟ و ما نتیجه میگیریم گراف 3 به توان x فشرده تر از گراف 2 به توان x و به محور y نزدیک تره. یا شما 10 به توان x مقایسه کنید با 3 به توان x و 2 به توان x. چون قاعدش بزرگتره پس گرافش فشرده تر شده و به محور y نزدیک تر شده. یک نکته بعدی چی میگه؟ میگه در تابع اکسپوننشیال در حالتی که a بین 0 و 1 باشه، صحیح است؟ هر اندازه قیمت a ما بیشتر شود گراف ما کشیده تر میشه و از محور y دورتر میشه. شما نگاه کنید 1 بر 10 به توان x، 1 بر 3 به توان x و 1 بر 2 به توان x. خب اگر یک مقایسه بین این قاعده های اینها انجام بدیم، 1 بر 2 بیشتر از 1 بر 3 و 1 بر 3 هم بیشتر از 1 بر 10 دیگه. گفتیم اگه چند کسر داشته باشیم، یک یادآوری دیگه، چند کسر داشته باشیم که صورت‌ها اینها برابر باشه، هر کسری که مخرجش کوچکتر بود چیه؟ بزرگتره دیگه. صحیح است؟ خب 1 بر 2 از 1 بر 3 و 1 بر 10 بزرگتره، یعنی قاعده از این بزرگتره، پس در نتیجه گرافش چی شده؟ کشیده تر شده و از محور y فاصله گرفته. پس در حالتی که a بین 0 و 1 باشه، هر اندازه قیمت a ما بیشتر کنیم گراف ما کشیده تر میشه. یه هم دو نکته ای که خوب حواستون جمع کنید، ممکنه که در کنکور از این نکته ها سوال داشته باشید. خب بحث تابع اکسپوننشیال خلاص شد. موریم سراغ آشنایی با مفهوم لگاریتم. ما در این جلسه یک معرفی از لگاریتم داشته باشیم تا ذهن شما آماده شه، باز در جلسات بعدی انشاءالله به مباحث پیچیده تری از لگاریتم مطرح مونیم. خب دوستان عزیز، شما قبلا با مفهوم توان آشنا شدید. وقتی میگیم 2 به توان 4، 4 چیه دوستان عزیز؟ 4 توان نشان میده دیگه. صحیح است؟ 4 توانه و 2 چیه؟ 2 هم قاعده دیگه. 2 به توان 4. 2 به توان 4 یعنی چی دوستان عزیز؟ یعنی 2 4 بار در خودش ضرب شده. 2 ضرب در 2 4، 4 ضرب در 2 8، 8 ضرب 2 هم 16.
لگاریتم چی میگه؟ لگاریتم میگه لگاریتم 16. خوب توجه کن، ما چه قسمی میخوانم. لگاریتم 16 در قاعده 2 مساوی با 4 میشه. یعنی چی؟ یعنی این که 2 به توان 4 رسیده شده 16. ما در لگاریتم به دنبال توانیم، به دنبال توان مجهول هستیم که 2 به توان چی برسه میشه 16. 2 به توان چی برسه مثلا میشه 32. صحیح است؟ پس ما در لگاریتم به دنبال توان مجهول هستیم. لگاریتم 16 در قاعده 2 مساوی با 4 یعنی 2 به توان 4 بوده که شده 16. پس به طور کلی لگاریتم چی میتونیم تعریف کنیم؟ لگاریتم یک قسمی تعریف کنیم. میگیم لگاریتم یک عدد داده شده دوستان عزیز عبارت است از توانی که اگر قاعده را ما به او توان برسانیم عدد داده شده را افاده مونه. پس میگیم که لگاریتم y در قاعده a برابر با x میشه، یعنی این که a به توان x برابر با y میشه. a به توان x برابر با y میشه. باز هم تکرار مونم، ما در لگاریتم به دنبال توان مجهول هستیم. پس یک آشنایی با مفهوم لگاریتم بود. بریم با هم دیگه مثال حل کنیم. مثال چی میگه؟ گفته روابط لگاریتمی ذیل را با افاده های معادل آن بنویسید. چند تا رابطه لگاریتمی به ما داده، گفته با افاده های توانی معادل بنویسید. خب چی کار مونیم؟ مثال اول چی گفته؟ گفته که لگاریتم n در قاعده 10 مساوی با x شده. پس چه قسمی میتونیم بنویسیم؟ گفتیم میگیم که 10 به توان x مساوی میشه با n. پس 10 به توان x مساوی میشه با n. صحیح است؟ میریم مثال بعدی. لگاریتم 36 در قاعده 1 بر 6 مساوی با منفی 2 شده. این چه قسمی بنویسیم افاده معادل شه؟ میگیم که 1 بر 6 به توان منفی 2 مساوی با 36 میشه دیگه. صحیح است؟ اینو میتونیم به عنوان امتحان ادامه بدیم دیگه. این یک امتحان کنیم ببینیم واقعا 1 بر 6 به توان منفی 2 36 میشه یا نه. میگیم که 1 بر 6 به توان منفی 2 را میتونیم به صورت 1 بر 6 به توان 2 بنویسیم دیگه. صحیح است؟ خب این میشه 1 بر 6 به توان 2 میشه 1 بر 36. 1 بر 36 چی میشه دوستان عزیز؟ برابر با همان 36 میشه دیگه. عکس میشه دیگه. پس برابر با 36 شد. خب مثال بعدی رو ببینیم. مثال بعدی چی گفته؟ گفته لگاریتم 32 در قاعده 2 مساوی با 5. خب این رو ادامه میدیم. افاده معادلش چی میشه؟ میگیم که 2 به توان 5 مساوی با 32 میشه دیگه. 2 به توان 5 مساوی با 32 میشه. خب میریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی چی گفته؟ گفته افاده های ذیل را با استعمال مفهوم لگاریتم با افاده های معادل آن بنویسید. خب گفته اینا رو به صورت لگاریتمی بنویسید دیگه. این چه قسمی می‌نویسیم؟ 4 به توان 4 مساوی با 256. چی میگیم؟ میگیم که لگاریتم 256 در قاعده 4 مساوی با 4 میشه. یعنی سمت راست تساوی ما برابر با چی میشه؟ برابر با توان ما میشه. این توان ما در سمت راست تساوی قرار میگیره. مثال بعدی گفته 2 به توان 5 مساوی میشه با 32. خب ادامه میدیم. میگیم که لگاریتم 32 در قاعده 2 مساوی با 5 شده. شما دیدین که توان ما به سمت راست تساوی رفت. میریم مثال بعدی. گفته y مساوی میشه با 3 به توان x. خب این چه قسمی بنویسیم؟ میگیم که لگاریتم، شما بگین کمک کنین به من، لگاریتم احسن بر شما y در قاعده 3 مساوی با x شده دیگه. یعنی 3 به توان x برابر با چند شده؟ برابر با y شده. پس ما با مفهوم لگاریتم دوستان عزیز فعلا آشنا شدیم. در جلسه بعد دیگه میریم سراغ توابع لگاریتمی و معادلات و گراف های لگاریتمی. پس خوب حواستان جمع کنید. خب درس ما فعلا خلاص شد. میریم با هم دیگه سوالات کانکوری مرتبط با این قسمت یک بررسی داشته باشیم. سوال اول از فرم اول بامیان مطرح شده. گفته تابع y مساوی با 4 به توان x کدام خاصیت ذیل را دارد؟ خب
y مساوی با 4 به توان x. خوب به تابع نگاه کنیم، میبینیم که مجهول ما در توان قرار گرفته دیگه. وقتی که مجهول در توان قرار گرفت پس این میتونه یک تابع اکسپوننشیال باشه. میریم به قاعده نگاه کنیم، قاعده ما 4 یک قیمت مثبت داره و خلاف 1. پس در نتیجه 100% مطمئن میشیم که این تابع ما یک تابع اکسپوننشیال. حالا میریم گزینه‌ها رو چک کنیم. گزینه A چی گفته؟ گفته محور x را قطع میکند. این صحیحه یا نه؟ صحیح نیست دیگه. گفتیم که تابع اکسپوننشیال هیچگاه محور x قطع نمونه. در لایتناهی خیلی به محور x نزدیک میشه اما هیچ وقت محور x قطع نمونه. پس این گزینه غلطه. گزینه B و C، B گفتم متناقص است، C گفتم متزایده. خب اینا رو بررسی مونیم. ما گفتیم که اگر A یا قاعده ما بیشتر از 1 بود در نتیجه تابع اکسپوننشیال ما متزایده و اگر A یا قاعده ما بین 0 و 1 بود در نتیجه تابع اکسپوننشیال ما چیه؟ متناقصه یا نزولیه. خب کدام حالته؟ A ما چنده؟ A ما 4 که بیشتر از 1، پس در نتیجه ای تابع متزایده دیگه. پس کدام گزینه شد؟ گزینه C پاسخ صحیح این سوال از فرم اول بامیان شد. سوال بعدی از فرم سوم بامیان گفته نظر به کدام محور گراف های توابع y مساوی با 5 به توان x و y مساوی با 5 به توان منفی x با یکدیگر متناظر است دوستای عزیز. خب میریم توابع بررسی می‌کنیم. یک تابع داریم 5 به توان x، یک تابع داریم 5 به توان منفی x. یعنی قاعده های اینها با هم دیگه برابره و اینها فقط در یک علامه توان با هم دیگه فرق دارن. گفتیم که توابع اکسپوننشیال به فرم y مساوی با a به توان x و y مساوی با a به توان منفی x نظر به محور y با هم دیگه متناظر یا قرینه هستند. پس میشه گزینه A پاسخ صحیح این سوال. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول بغلان مطرح شده. گفته تابع y مساوی با 1/4 به توان x دارای کدام یک از خواص زیر می باشد؟ خب تابع رو بررسی می‌کنیم. y مساوی با 1/4 به توان x مجهول در توان قرار گرفته پس میتونه تابع اکسپوننشیال باشه. قاعده رو نگاه کنیم. قاعده ما 1/4 1/4 یک قیمت مثبت داره خلاف 1 هم هست. پس 100% تابع ما یک تابع اکسپوننشیاله. خب قاعده ما چنده؟ قاعده ما 1/4 1/4 بین چنده؟ 0 و 1 دیگه. یعنی قاعده ما بین 0 و 1. گزینه‌ها رو چک کنیم. گزینه A گفته محور x را قطع مونه. غلطه. هیچگاه تابع اکسپوننشیال محور x قطع نمونه. B و C گفتم متزایده، C هم گفتم متناقصه. خب کدامش میشه؟ گفتیم که اگر قاعده ما بین 0 و 1 بود در نتیجه تابع اکسپوننشیال ما یک تابع متناقصه. یک تابع متناقص. صحیح است؟ پس میشه گزینه C پاسخ صحیح این سوال. گزینه D هم یک چک کنیم. گفته ناحیه قیمت آن شامل تمام اعداد حقیقیه. خب این هم غلطه دیگه. چرا غلطه؟ گفتیم که ناحیه قیمت در توابع اکسپوننشیال میشه اعداد حقیقی مثبت نه تمام اعداد حقیقی. پس این گزینه هم غلط شد. گزینه C پاسخ صحیح سوال بود. سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول بغلان گفته گراف تابع y مساوی با 3 به توان x نظر به محور y با کدام یک از گراف های ذیل متناظر است دوستان عزیز؟ نظر به محور y. اول خود تابع را بررسی می‌کنیم. y مساوی با 3 به توان x دیگه. یک تابع اکسپوننشیال دیگه. پس وقتی ما اگه یادتون باشه در یک نکته گفتیم دیگه y مساوی با a به توان x و y مساوی میشه با a به توان منفی x دو تابع اکسپوننشیالی هستند که نسبت به محور y متناظرند. خب حالا y مساوی با 3 به توان x به ما داده. قاعدتاً تابع بعدی ما باید y مساوی با 3 به توان منفی x بشه دیگه. صحیح است؟ خب حالا y مساوی با 3 به توان منفی x ما میتونیم به صورت y مساوی با 3 به توان منفی 1 به توان x بنویسیم. در نتیجه y مساوی میشه با 3 به توان منفی 1 همان 1/3 دیگه. پس میشه 1/3 به توان x دیگه. کدام گزینه شد؟ گزینه B پاسخ صحیح این سوال از فرم اول بغلان شد.
سوال بعدی رو ببینیم. از فرم اول میدان وردک گفته تابع اکسپوننشیال y مساوی با a به توان x متناقص گفته می شود اگر. خب دوستای عزیز باز هم اینجا تکرار مونیم. اگر a یا قاعده ما بیشتر از یک بود، تابع اکسپوننشیال ما متزایده، صحیح؟ و اگر a ما بین 0 و 1 بود، در نتیجه تابع اکسپوننشیال ما به صورت متناقصه. پس کدام گزینه میشه؟ گزینه B پاسخ صحیح این سوال است. فرم اول میدان وردک شد. خب دوستای عزیز جلسه اول از فصل 5 هم خلاص شد. ما تابع اکسپوننشیال شناختیم و با مفهوم لگاریتم هم آشنا شدیم. تا جلسه بعد خدا نگهدارتان.